من نزدیک 30-40 تا ابزار دارم و همه این ابزارها روی میز من پخشن و نمیخوام از این جعبه‌های قدیمی استفاده کنم. تصمیم گرفتم یه میز بخرم که هم قابلیت جابجایی داشته باشه و هم وسیلت رو راحت پیدا کنی. و بالاخره بعد گشتن زیاد یکی رو پیدا کردم، ولی ما نمیگذاریم. بیاین خفن‌تر از اینا رو با هم بسازیم. اول دست به قلم شدم و طراحیش کردم. اصلا من یادم نبود طراحی بلد نیستم. بخیال. لوازمی که لازم داریم 4 تا چرخ، 2 تا تخته با اندازه‌های 50x16 و 30x25 و 60 سانت لوله PVC سایز 40 و به تعداد میخ. برای خود اسکلت میز میخوام از یک میز چوبی استفاده کنم. اول از همه باید ابزارامون رو روی تخته ها فیکسشون کنیم. حالا چرخ‌ها رو میاریم و به کمک چسب اول روی میز فیکس میکنیم و بعد با پیچ سفتشون میکنیم. تا اینجای کار همه چی عالی پیش رفته. تخته‌هامو میارم و به میز وصلشون میکنم. خب کار ما تمامه، ولی الان زشترین میز ممکن رو داریم. باید یه رنگی بهش بزنیم. به نظر من مشکی از همه بهتره. بریم نتیجه کار رو ببینیم. مرسی تا اینجا همراه من بود.